دوستان عزیز درود. این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و ما چون هر وقته از گزارش‌های بازاری فوتبال بازان میگوییم. گپ و خبرها در مورد جزای سعودی گرفتن یوونتوس خاموش نگردیده بود که یووه از نمایندگان سری آ حجت‌ها عاید شرط‌های چند از ترانسفرها را از سال 2018 تا سال 2020 پنهان کرده است. در باشگاه باشد برانند که این عمل به افزون شوی سرمایه باشگاهی نآورده است. چطور نشریه تورینی کاریرا دلا سرا اطلاع می‌دهد در حسابات شرکت اودیتوری دلایت از 31 مارس حجت‌های یادآوری شدند که آنجا گپ سری خریداری شدن یک قطار بازیگرانی می‌رود که در سری آ ثبت نام نشده‌اند. چند از حجت‌های تعلق به سال‌های 2018، 2019 و 2020 برایمان وقت حسابات درآمد مالیوی یوونتوس پیشنهاد نشده‌اند. این حجت‌هایی که به سری آ ارسال نشده بودند در خود نقطه‌های معینی را دارند که اصلاً از عملیات‌ها در بازار ترانسفری با تیم‌های دیگر برخوردارند. چند از این معلومات به افزایش سرمایه دستوی رسانیده‌اند. گفته می شود در حسابات دلایت. اینجا گپ سری حجت‌های سال‌های 2018 تا 2020 می رود که قراردادهای ترانسفری با تیم‌های دیگر را تصدیق می کنند. خصوصاً گزارش رولاندو ماندراگورا از یوونتوس به اودینزه در سال 2018 توجه کرده می شود که به افزایش سرمایه به اندازه 13.6 میلیون یورو رسانیده است. اطلاع داده می شود که شرطنامه نامبرده دارای نقطه خریداری دیگرباره بازیگر در حجم 26 میلیون یورو بوده است که می بایست در سال 2020 عملی کرده می شد. اما در برابر پیشنهاد شرطنامه برای ثبت نام نشدن در سری آ که آنجا گپ سری خریدار شوی احتمالی می رفت، یوونتوس قرارداد دیوم مخفی با حق حتمی خریداری نوشته کرد. به طور رسمی این قرارداد باید که با رازگی بازیگر بسته می شد از برای چیزی که افزایش سرمایه به نظر گرفته نمی شد. نقشه به همین مانند همچنین وقتی گزارش البرتو چری با کالیاری و ریکاردو ارسالینی با بالونیا عملی کرده شد. یوونتوس باشد بران است که این عملیات به حالت آخری سال 2022 به افزایش سرمایه باشگاه نآورده است. پیشتر باشد اطلاع داده می شد که یوونتوس می توانست برای بهترسازی حسابات مالیوی تیم خویش چند از باشگاه‌ها را استفاده نماید. یووه وقت پیشنهاد حسابات قراردادها با اتلانتا، ساسولو و تیم‌های دیگر را مخفی مانده است. افزایش مخفی سرمایه باشگاه تورینی می توانست در سال 2022 33 میلیون یورو را تشکیل دهد. بر زمین از تیم تورینی محض برای کارهای غیر قانونیش چند پیش 15 خال در جدول سری آ کم کرده شد. این حال باشد دسته الگری با 44 خال از 29 بازی در زینه هفتمی جدول سری آ قرار دارد. در فوتبال معاصر تیم‌های عربی بعد از اینکه چند از ابردست‌های اروپایی را خودی کردند، اکنون پیوسته تلاش می‌کنند که ستاره‌های رخشان فوتبالی را به کشورهای خویش برند. هرچند که از معاش بزرگ رونالدو در النصر حتی تنبل‌ترین ها هم می‌دانند، اکنون شیخان سرپول 120 میلیون یورو بهره ژوزه مورینیو وعده کردند. در عربستان سعودی می‌خواهند که ژوزه مورینیو مربی منتخب سعودیان باشد یا که النصر یا الاهلی را تمرین دهد. برای این کار به ژوزه آمادند که شرطنامه 2 ساله با معاش عمومی 120 میلیون یورو پرداخت نمایند و این هم با وجود قطع کردن شرطنامه در دلها وقت و ثانیه. شرطنامه فعلی ژوزه با روما باشد ماه ایون سال آینده خاتمه می‌یابد. در صورت قبول کردن پیشنهاد سعودیان، مورینیو گرانمزدترین مربی تاریخ فوتبال خواهد بود. عین حال در فوتبال بیشتر از همه سیمیونه در اتلتیکو مادرید پول به دست می‌آورد. معاش سالانه دیگو 40 میلیون یورو را در بر می‌گیرد. از آوازها اطراف پیشنهاد شرطنامه گران ارزش به مورینیو که گفتیم درباره رفتن‌های مسی به زمین عربیان هم نباید فراموش کرد. الهلال به مسی بیشتر از 400 میلیون یورو در یک سال پیشنهاد کرده است ولی لیو می‌خواهد در اروپا بماند. لیونل مسی می‌تواند در عربستان سعودی پول‌هایی در فوتبال رکوردی را به دست دارد. چطور خبررسان فابریسیو رومانو می‌رساند، الهلال به حمله‌گر PSG پیشنهاد رسمی ارزشش بیشتر از 400 میلیون یورو در یک سال روان نموده است. خود فوتبالباز نیت دارد که در اروپا بماند و این برایش
افضلیتناک است. با وجود این او به تمدید کنی شرطنامه با PSG راضی نیست، زیرا از تیم فعلیش کفالت‌های معینی ورزشی را طلب می‌کند. از جانب دیگر بارسلونا نیز در برگردانیدن بازیگر آرژانتینی اشتیاقمند است، اما تا روشن گردیدن وضع اطراف قاعده مالیوی فیر پلی انتظار می‌شود. مسی احتمالاً PSG را ترک می‌کند، اما در اروپا می‌ماند. نیمار نیز می‌تواند تابستان از دست رود. PSG مربی نو می‌جوید و زیدان را واریانت بهترین می‌سابند، ولی با موافقت رسیدن با مربی فرانسوی برایشان مشکل خواهد بود. ناگلزمن، کونته، مورینیو و انریکه نامزدهای نوبتی بهر تعیین کنی در سمت سرمربی باشگاه فرانسوی میباشند. از روی معلومات RMC اسپورت بعد 8 باخت در 18 بازی‌های سال 2023 خصوصا باخت در لیگ چمپیون‌ها با آن آورده رساند که پاریژی‌ها نیت ندارند که با کریستوف گالتیه همکاری‌ها را ادامه دهند. از این لحاظ PSG علاقه به جستجوی مربی نو پرداخته است. در باشگاه یک دیلانه زینedین زیدان را نامزدی بهترین می‌سابند، اما با موافقت رسیدن با این متخصص مشکل خواهد بود. همچنین واریانت دعوت یولیان ناگلزمن نیز بررسی کرده می شود، هرچند که قابلیت این مربی در گذاشتن نظارت قطعی بالای اتاق لباس بازیکنی PSG سوالها را در میان می‌گذارد. اگر تا تابستان این مربی جای کار پیدا نکند، پاریژی‌ها می‌توانند با او در تماس باشند، ولی تا حال چنین نشده است. از میان مربیان دارای تجربه بیشتر اصلا آنتونیو کونته، لوئیس انریکه و سرمربی فعلی روما ژوزه مورینیو را نام میبرند. این مربیان نیز احتمالاً در باشگاه فرانسوی تا آخر موسم به کار شروع نمی‌کنند. سکای اسپورتس باشد بر آن است که سرمربی روما ژوزه مورینیو میتواند به چلسی برگردد. رهبریت چلسی نامزدی سابق مربی دسته ژوزه مورینیوی پرتغالی را مورد بررسی قرار داده است. در باشگاه می‌دانند که متخصص 60 ساله صاحب خانه در شهر لندن است. همچنین مخلصان درباره‌اش نظری نیک دارند، چیزی که می‌تواند در بازگشت او عامل اصلی بگردد. در چلسی می‌خواهند که دسته را مربی تجربه‌دار سطح جهانی رهبری کند و مورینیو با این توصیفات به درستی موافقت می‌کند. اطلاع می‌دهد سکای اسپورتس. ژوزه مورینیو چلسی را از سال 2004 تا سال 2007 و همچنین از سال 2013 تا سال 2015 تمرین داده است. تحت رهبری او باشگاه لندنی به گرفتن 8 جایزه دست یافته بود. شرطنامه فعلی متخصص پرتغالی با باشگاه ریمی باشد تا تابستان سال 2024 مهلت دارد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.